شما را آگاه سازم از سبکترین عبادت ها که بر بدن شما هیچ مشکلی حاصل نمی سازد. گفتم بله یا رسول الله. حضرت گفت از صمت و حسن الخلق. سبکترین عبادت ها دو چیز است، یکی خاموشی، دویم اخلاق حسنه. ببین خاموشی را رسول الله صلی الله علیه و سلم عبادت خواند. در حدیث امام بخاری آمده است، از حضرت ابو هریره روایت میکند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. هر کسی که ایمان به خدا و به روز آخرت دارد پس باید یا گپی خیر بگه، گپی خوب بگه، یا خاموش ایستد. فلیقل خیرا او لیصمت. خاموش ایستادن هم ببینید عبادت است. گپی خوب گفتن نمیتونی خاموش باشی، دهنت پوش.